یک پروفسور آلمانی ادعا کرد که هنگام سیاحت در شهر دوشنبه و کوشش عکسبرداری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی روز 23 آگوست مورد پرسش و توجه ماموران ملیسا قرار گرفته است. پروفسور آلمانی استار اووه به خاطر آشنایی با تاجیکستان این شب و روز در کشور سیاحت می کند. حادثه ای که روز 23 آگوست رخ داد به گفته او می تواند در سفرنامه‌اش حفظ شود. آن روز با نیت عکسبرداری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه نزد ماموران ملیسا آمدند. با زبان روسی به من اشاره کردند که برای عکسبرداری باید پول دهم. خادمان پلیس گفتند شما آمریکایی ها پول زیاد دارید. استار اووه به پلیس گفته است که آمریکایی نو آلمانی است و بعد این گویا پلیس گفته است که از آلمانی ها پول نمی‌ستانند. اووه همزمان گفت در شبکه‌های اجتماعی برخی نوشتند که گویا به خاطر پوشیدن شارت یا شیمی کوتاه بازداشت شده است، ولی خود این جهانگرد چنین ادعا را رد کرد و گفت که این دعوا حقیقت ندارد. در همین حال عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره رخ دادن چنین حادثه ابراز به اطلاعی کرد. وی در صحبت با رادیو آزادی روز 24 آگوست گفت که در مورد نگاه داشتن و پرسجو کردن سیاحان به نهاد آنها هیچ شکایت وارد نشده است. تلفن باوری است اگر باید آگاه باشن یا که یکم تلفن‌های قسمای نامبرداری کار میکنن. اگر حادثه تمجیدی خادمان پلیس حقیقت داشته باشد، به قول خود جهانگرد آلمانی این به منفعت تاجیکستان نیست. مقامات در این کشور رشد ساحه توریسم را یکی از آرمان‌های دولت ارزیابی می‌کنند و بارها از منبرهای بلند به ضرورت باز کردن در و دروازه‌های تاجیکستان برای جلب مهمانان خارجی و افزایش درآمد بودجه از این حساب تاکید کرده‌اند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک میگوید در مورد قضیه پروفسور آلمانی استار اووه از شبکه فیسبوک خبر یافته و تعجب نکرده است، زیرا به گفته او تا حال تفکر مردم به خصوص کارمندان نهادهای دولتی نسبت به سیاحان خارجی عوض نشده است. و گفت تفکر مردم باید به اون درجه عوض کنیم که هر یک شهروند و مخصوصا ساختارهای دولتی باید درک کنند که توریست یعنی اون سیاح خارجی این همون یک برده نانی هست که اونا میخورند و از آنگامی که اون شکمشان سیر میکنند. ما باید درک کنیم که ما از روی توریست خارجی میتوانیم نام خورید. قادیروف گفت امسال در تاجیکستان با منظور بررسی و حل مسائل توریسم از جمله نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی نظیر گمرک، مرزبانی و فرودگاه ها شورای هماهنگسازی بین اداره‌ای تأسیس شده است. او افزود باید در این شورا نمایندگان نهادهای امور داخلی و امنیتی نیز شامل شوند تا سیاحان خارجی آزادانه به تاجیکستان آمده و امنیت و گشت و گذار آنها تأمین شود. ضمناً وزارت امور خارجه تاجیکستان به همین خاطر شرایط دریافت ویزای تاجیکستان را ساده و الکترونیک کرده است. یک شهروند ازبکستان گفت که توانست ویزای این کشور را در یک روز به دست دارد، ولی باز هم حادثه های رفتار غیر اخلاقی و غیر منتظره پلیس که در اصل باید به عنوان نماینده دولت یک یاور و تگیگای شهروند خارجی باشد و خود از صادر شدن جنایت جلوگیری کند باعث تعجب و هم ناراحتی جهانگردان می شود.